چک یکی از مهمترین ابزارهای پرداخته که سالهای اخیر استفاده از اون رشد زیادی داشته و خیلی از خرید و فروش‌ها با اون انجام میشه. اما گرفتن چک از آدم‌های کم اعتبار هم میتونه مشکلات زیادی برای گیرندش فراهم کنه. به همین دلیل بانک مرکزی با اجرای قانون جدید چک امکان استعلام چک رو فراهم کرده تا گیرنده‌های چک از اعتبار و صحت چک صادر شده مطمئن شن. استعلام چک از طریق پیامک، موبایل بانک، اینترنت بانک یا حتی سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir صفحه استعلام چک امکان پذیره. چند مدل استعلام وجود داره. استعلام با اقلام اطلاعاتی چک. تو این روش شما با داشتن شناسه صیادی چک، تاریخ سررسید، کد ملی یا شناسه ملی گیرنده و مبلغ چک میتونین استعلام رو انجام بدین. این سرویس برای اینه که گیرنده چک از ثبت شدن چک به نام خودش و صحت اطلاعات درج شده مطمئن بشه. استعلام وضعیت اعتباری چک. این روش فقط با داشتن شناسه صیادی چک قابل انجامه. نتایجش به صورت رنگبندی و سامانه به شما نشون میده که این شخص چند تا چک برگشتی داشته و مبلغ بدهکاریش حدوداً چقدر. استعلام چک‌های در راه. این استعلام خیلی کاربردیه و شما میتونین از مجموع مبالغ چک‌های برگشتی رفع سوء اثر شده و نشده، مبالغ چک‌های در راه یا چک‌هایی که طرف مقابلتون کشیده و هنوز موعد تسویه‌اش نرسیده هم باخبر بشین. وقتی صادر کننده چک رو به نام شما ثبت کرد، شما میتونین این استعلام رو بگیرین و وضعیت طرف مقابل از لحاظ چک برگشتی و اینکه چقدر تعهد پرداخت داره رو متوجه بشین. این استعلام خیلی راحته و با ارسال کد دستوری 3*1 3*4 3 شناسه یا کد ملی ذینفع 3 شناسه صیادی به صورت پیامک به سرشماره 40 40 701 701 قابل انجامه. اگه کد دستوری هم یادتون نبود میتونین پیامک سوری مثلا عدد 1 رو به سرشماره 40 40 701 701 بفرستین تا کدهای دستوری براتون ارسال بشه. با استعلام چک خیالتون بابت اعتبار چک و صادر کنندش راحت میشه و با اطمینان بیشتر میتونین چک رو تو معاملاتتون قبول کنین. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.